آوازخوان و شیرینکار تاجیک قدم قربان که با اجرای ترانه‌های شوخ تویانه نام برآورده است، در برنامه شومن شورتیار روس اندری ملاخوف پیسنی اتفسی دوشه در شبکه تلویزیونی روسیه اشتراک و هنرنمایی کرده است. قرار است این نشر برنامه با اشتراک قدم قربان روز یکشنبه 29 اکتبر سال 2023 ساعت 17:50 با وقت مسکو در شبکه روسیه نشر شود. ویدیو اعلان برنامه را روز 26 اکتبر قدم قربان در کانال خودش در یوتیوب باز نشر کرد. در این اعلان پاره از ترانه شوخ لیکی لیکی در اجرای قدم قربان و رقصیدن او در احاطه دختران نمایش داده شد. اندری ملاخوف آوازخوان و شیرینکار تاجیک را در برنامه‌اش با سخنان بلند قدم قربان ستاره تاجیکستان معرفی می‌کند. قدم قربان یک آوازخوان تویگرد از جماعت چگم نوع شمس‌الدین شوئین با طرز عجیب ترانه‌خوانی‌اش شهرت زیاد پیدا کرد. برخی ترانه‌های او در اینترنت چندین میلیون تماشابین پیدا کردند. وقتی مردم قدم قربان را خیلی سخت گرفت که با ترانه‌های ازت ساده‌اش صنعت تاجیک را بی‌آبرو می‌کند، آوازخوان شناخته جانبی که مراد از وی پشتیبانی کرد، او سال 2019 قدم قربان را به دوشنبه دعوت کرده، سر و پا، تلفن و حتی موی سرش در عموم ایمیج او را نفی کرد و وعده داد که نخستین کلیپ کسبیش را آماده و نشر می‌کند. کلیپ عزیزم که استودیوی جانبیک مراد ثبت و نشر کرد، در بین همگی 7 روز 1 میلیون تماشابین جمع آورد. این یک رکورد بی سابقه برای آوازخوان تاجیک در یوتیوب بود. اومیرایو کلیپ دوم قدم قربان که همراه با مینا اجرا میکرد، رکورد قبلی خود قدم قربان را شکست و لکه در 4 روز 1 میلیون را در یوتیوب فتح کرد. همین طور ملکه کشتی باباتا در اجرای قدم قربان در یوتیوب 4.6 میلیون تماشابین جمع آورد. ولی بعد پاندمی قدم قربان در ثبت و نشر کلیپ های نوش چندان فعال نبود و بیشتر در توی معرکه های مردم و در شو و برنامه ها هنرنمایی میکرد. اما هفته گذشته او در کانالش در یوتیوب اعلام کرد که با یک سفر هنری به مسکو می رود. اینک معلوم شد که او برای اشتراک در برنامه اندری ملاخوف رفته است.